بله، قسمت مورد علاقه خودم در پیک شادی 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ابتدا تشکر میکنم از سعید صالحی به خاطر مطالب جالبی که در مورد جوانی آخوند خامنه‌ای فرستاده بود. همچنین از دوستان گرامی پیک شادی حسن از کرج، میترا، احمد آباد، سارا مخلصی، روشنک، فریبرز ممتحن، شیرین از کالیفرنیا، سیروس مختاری، عمو حسن از پاکدشت، اشکان از کرمانشاه، جواد جمشیدی و علی حسنی به خاطر مطالب و فیلم‌هایی که فرستادین خیلی ممنونم. مجید عزیز از شهر ری این عکس رو که ملاحظه می‌کنید فرستاده و نوشته که این نوشته خطاب به بسیجی‌های ساندیس خور بوده. کوروش آریامنش خیلی ممنون از ایمیل بسیار زیبا، پیام‌هایی را که خواسته بودی رسوندی. ابوالفضل شعر ضربیت خیلی قشنگ بود. کیومرس از مشهد ایمیل تو به قسمت فنیمون دادم، امیدوارم که بتونن راهنمایی مناسب رو بکنن. علی انصاری در مورد درخواستت اقدام می‌کنیم ظرف یکی دو روز آینده. دوست گرامی یاس از ایران طنزهای ما رو میتونید از حساب فیسبوک برنامه پیک شادی بگیرید. در هر حال اگر مشکلی بود بازم بنویسید تا بتونیم که کمک لازمه رو بکنیم. حسین از تهران مواردی که نوشته بودی حتما مجددا دنبال میکنیم که به دستت برسه. کریم نمونه جالبی رو از خبرگزاری دروغ پرداز رژیم فرستاده. نیروگاه 484 مگاواتی رو نوشتن مگابایتی. چند جا هم هست که نشون میده غلط تایپی نبوده، خیلی مصر بودن روش. لابد نیروگاه‌هاشون هم مثل دکتراهاشون مجازی یا با فتوشاپ کار شده. البته فتوشاپ هم که نه، به قول اون عنصر رژیمی حقیر غلام حسین الهام، پی هوتوشاپ. محمد از استرالیا هم این عکس رو از آگهی یک نشست در رژیم فرستاده که هراس رو با هی جیمی نوشته، احتمالاً چون خیلی حراستی بوده. شاهین عزیز کلیپ‌های ارسالی فوق‌العاده بود، خیلی ممنون. سعید مشهدی فیلم دزدی آخوند از کتاب فروشی خیلی جالب بود. نیما سلیم و حمزه نکاتتون راجع به مولا حسنی خیلی خوب بود. معصومه از خرمدره خواستار اجرای بیشتر طنزهای مولا حسنی شدن که ما هم گفتیم چشم.